ایدیبک مردان که در شبکه‌های اجتماعی با نام بختری صحیفه دارد به 1 سال زندان محکوم شده است. قرار دادگاه شهر بختر هفته گذشته صادر شده تا حال قوه قانونی نگرفته است. به همین دلیل نمایندگان دادگاه از صحبت در این باره خودداری کردند، اما یک منبع آگاه 9 اپریل به رادیوی آزادی گفت دادگاه ایدیبک مردان را در استفاده زوراوری نسبت بر نماینده حاکمیت گناهکار کرد. کدکس جنایتی تاجیکستان برای این اتهام تا 37,000 سومن جریمه و یا تا 2 سال زندان را پیش بینی کرده است. معلوم نیست که بختری تا کجا اتهام را قبول کرده است و آیا از بالای حکم شکایت میبرد یا نه. تلاش های ما برای صحبت با وکیل دفاع و نزدیکان ایدیبک مردان بی نتیجه بود. ایدیبک مردان ماه فوریه امسال بعد بازگشت به تاجیکستان دستگیر شده بود. او ماه سپتامبر سال گذشته در یک نوار عبدالمجید مومنزاده رئیس شهر بختر و نزدیکانش را دشنام داده تهدید کرد که نوارهای آنها را پخش میکند. بعد پخش آن ویدیو ایدیبک مردان از تاجیکستان رفت، ولی با درخواست دادستانی قرار حبس او غایبانه از سوی دادگاه صادر شده بود. ایدیبک مردان در شبکه‌های اجتماعی بارها از مقامات تاجیکستان ستایش کرده و مخالفان حکومت در اروپا حمله های لفظی میکرد.